پیامبر شما برده داشت نداشت؟ بله یقینا که داشتن. بسیار عالی. پیامبر شما بر ضد بردهداری آیت یا حدیث داره نداره؟ ما بازم برای شما بگم جواب بدین، مثل همون که گفتین بلی ها ایران بلی یا نخیر، جواب بدین لطفا. شما باشین که من جواب شما رو، من متاسفانه که منبع برای شما داده نمیتونم امی بدون منبع پیامبرتان بر ضد بردهداری آیت یا حدیث آورده نآورده؟ حدیث شاید باشه. بله. در کجا؟ شاید نه دیگه جان من، در کجا؟ من منبع برای شما کتابش را نام بگیرین برای ما، در کجا آمده این حدیث؟ کتابش را نام بگیرین. ببینید وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگه که در مقابل از این کار شما اگر بکنید شما یک برده را باید آزاد بکنید، این آزاد کردن برده به اگر از صحیح بخاری ما برای شما حدیث آوردم تا لحظات بعد که مرد برده خود را آزاد میکنه، پیامبر دوباره برمیگردن او را برده میسازه. بعدن چی؟ شما ما خود دعوا نکردیم، اگر شما دعوا میکنه نمی رفرنس بتین که من شخصا بسیار خوب معلومات شما خود امیر برام بپالم. حالا ما براتون میفرستم، حالا ما براتون میخوانم که مرد برده خود را آزاد میکنه و پیامبر شما چیکار میکنه؟ دوباره او برده را چی میکنه؟ طلب میکنه و دوباره برده میسازه. اجازه نمیده که اون برده آزادی داشته باشه. دوباره برده خود میسازه یا برده مو شخص میسازه؟ گوش کنین، گوش کنین نزد من. برای اسلام خود گوش کنین. ما برایتان همین لحظه با صدای خودم که بفرمایید. تقدیم به کسانی که میگویند پیامبر ما بر ضد بردهداری مبارزه کرد. به شما انسان‌های ناآگاهی که در مورد دینشان هیچ چیز نمیدانند. قبل از خواندن حدیث صحیح بخاری، معرفی کتاب صحیح بخاری را حدیث صحیح بخاری، حدیث 2534، باب فروش برده، فروش انسان توسط پیامبرتان. از جابر ابن عبدالله روایت است که گفت مردی از ما برده خیش را پس از مرگ خیش آزاد کرد، اما پیامبر آن برده را فرا خواند و او را فروخت. خب این شما منبع میتین به خاطر که من باید تیر تحقیق بکنم و برم ببینم. عزیز من حالا گوش کنید، این قسمت را به خاطر که گوش کنید، یک لحظه میره گوش کنید. کتاب صحیح بخاری گوش کنید. شبکه جهانی کلمه معرفی کتاب صحیح بخاری از شبکه جهانی کلمه شما اهل سنت. صحیح بخاری اولین کتابی است که فقط احادیث صحیح در آن گنجانده شده است. اسم کامل این کتاب الجامع الصحیح المسند ببینید مختصر پیامبرتان برده میفروخته، شما میگین برزش مبارزه کرده. شما دو منبع خود شما گفتید من منبع بیارم، منبع آوردم، نقد تو به منبع چیه؟ ما سعی کنیم ما این منبع به خاطر من باید برم این منبع رو ببینم، من خود نمیتونم. برین ببینید صحیح بخاری حدیث 2534 باب 9 فروش برده مدبر. برین ببینید لطفا، هر وقت دیدین دوباره بیاین در لایف. اوکی صحیح. درست است؟ اخلاص. سپاس دوستان عزیز، اینم از برده فروشی پیامبرش.